سلام، ما از برگشتیم. یه سری سوغاتی گرفتم که بازشون نکردم که با هم آنباکس کنیم. بزن که بریم. اینا رو آخر سر بهتون توضیح میدم. این نمیتونم فکر میکنید چی میتونه باشه. هم بازش کنیم. بزن یه چاقوی چیزی با خودم بیارم. اینو ببینید، این یه در واقع حرف سفالیه که دوتا مایک توش قرار میگیره و المانایی ازم توش هست. اگه ببینید اینم که خب مربوط به اون اینم اینجوری. از اونجایی که ما زوجیم دوتاست. اینم از این یکی دیدین که خیلی هم جذاب و خوشگله با سینیش. این دومین سوغاتی که گرفتیم. چی میتونه باشه؟ بازم یه ماگ خوشگل. میبینید؟ خیلی باحاله. در واقع ماگ های دستساز خودشونه که خیلی هم خوشگل بود به نظرم. یه چیز خیلی جذاب اول از همه بهتون نشون بدم. اول این یکی رو نشون بدم. خب ادامه ویدیو من رفتم و برگشتم. ببینید اینو میبینید، این در واقع شمع زرتشتی هست. یه ظرفیه که توش فیتیله قرار میگیره و دو تا فیتیله است که ما دو تا دیگه هم اضافه گرفتیم. هر روغنی که بخواین توش میریزید و مثلا حالا برای ما دوتاست، یعنی نماد عشق. کاغذشو دقیق میخونم تا یه حدودی که متوجه بشین چیه. این برای زرتشتی هست و خیلی انرژی خوبی داره تو خونه. من که رفتم آتش کرده توی یزد، اونجا مانتراهایی که حالا در واقع مانترا نمیدونم میشه گفت بهش یا نه، یه موسیقی اونجا داشتن پخش میکردن که خیلی حس و حال خوبی داشت. من اونا رو QR کدشو گرفتم و دانلود کردم. وقتی اینو روشن میکنی و اونو میذاری خیلی حس و حال خوبی بهت میده. حالا من اینجوری فکر میکنم، شاید اینجوری. اینم از این خیلی خاص بود. این مخصوصه، یعنی خود یزده. بعد ما به این در واقع اون کسایی که اونجا بودن و باهاش صحبت میکردیم متوجه شدیم که خیلی از مردم یزد زرتشتی هستن. آتش کردم که میری بیشتر آیناشون مثل آینه مثلا ایرانی هست، یعنی ایرانی ها در واقع منظورم مسلمون هست و خیلی جذاب بود برای من. اینم از این. گوی آتش که از آن به نام پیسوز نیز یاد می شود، پیاله است که در آن به جای باده سرخ آتش سرخ اهورایی می ریزند و از این رو این ظرف گلین ساده گرمابخش و نوربخش که نشانی از تعالی است همواره مورد احترام و تقدس بوده است. گوی آتش نسبت به سایر منابع نور و به ویژه شمع‌های مصنوعی دارای 4 عنصر باد، خاک، آب و آتش است. وجود این عناصر چهارگانه به صورت همزمان در یک پیمانه و شکل و سر و گونه آن سبب می شود تا انرژی مثبت و باور نکردنی از آن تراوش نماید و حال دل هر بیننده را خوب و خوبتر کند. نحوه استفادهش رو بهتون بگم. برای آماده سازی گوی آتش مراحل زیر را انجام دهید. فتیله پنبه‌ای رو در داخل پیسوز قرار داده و به طوری که لبه آن به اندازه نیم سانتیمتر از گوی آتش بیرون بیاید. روغن گیاهی مانند روغن ذرت، آفتابگردون، کنجد، زیتون رو در گوی آتش بریزین. لازم نیست گوی آتش رو از
روغن پر نمایید. اما تاکید می شود از پارافین مایع یا روغن‌های حیوانی استفاده نکنید تا از انرژی و نور آتش و روغن گیاهی بیشتر بهره ببرید. چند دقیقه فرصت در این روغن تا لبه فتیله بالا بیاد. فتیله را روشن کنید. با توجه به اینکه درجه اشتعال روغن پایین است، شاید لازم باشد تا چند ثانیه آتش را نزدیک فتیله ها نگه دارید. با یک ابزار کوچک مانند سوزن خیاطی، میخ یا حتی چوب کبریت شعله را تنظیم نمایید تا دود نداشته باشد. به مرور زمان روغن گوی آتش شما کم خواهد شد. تنها کافی است بعد از هر چند ساعت کمی روغن به آن بیافزایید. در صورت کم سو شدن شعله بر اثر سوختن فتیله، آن را با سوزن خیاطی و میخ و کمی بالاتر بکشید. برای خاموش نمودن گوی آتش در آن فوت نکنید. می توانید شعله را با پارچه کوچک خیس خاموش نمایید. اینم عکس میگیرم براتون میذارم. میریم سراغ بعدی. اینو بیشتر همسرم خیلی بیشتر دوست داشت که بگیریم، ولی خب خیلی چیزا نفیس و خوشگلیه. ببینید قلم زنی به این میگن. حالا میگم عکساشو دقیق براتون میذارم که ببینید چه جوریه. خیلی خوشگله و ما حالا یه کار ظریفشو گرفتیم برای خونم. خب یه چیز دیگه هم که خیلی در واقع جذابه الان براتون میام. دیگه سنگی. این دیگه سنگی کلن برای آبگوشت و اینا خیلی خوب میشه و من اصلا برای آبگوشت گرفتم. احساس کردم که خیلی آبگوشت توش خوب میشه. این درشه، اینم حجمشه که برای 6 نفرین در واقع هست. ولی خب یه فکر کنم یه پروسه قابلمه فرق میکنه. گفتم توشو باید روغن بزنیم، بعد بیرونشو باید روغن بزنیم، بعد مثلا نباید همه چی اینجوری قابلمه بریزیم توش. ولی کلا فکر میکنم بیشتر از آبگوشت باید در واقع بمونه. مثلا شاید از شب باید بذاریم چون سنگیه شاید نسبت به قابلمه متفاوت باشه. و اینکه همین دیگه یه سری البته یادم رفت این دوتا نشون بدم. این دوتا عودم گرفتیم و خیلی خوشبوان. حالا اون آقایی که ازش گرفتیم مغازش یه جوری بود که پر از عود بود، عودای خیلی خوشبو. این دوتا عودم من گرفتم که خیلی خوشبوان. حالا اینجوری میگیرم که ببینید، شاید اسمشو بخوایم. خب اینم از سوغاتی یزد ما. خیلی بهمون خوش گذشت. امیدوارم که سفر برید، سفرهای خوب برید، جاهای دیدنی ایرانو ببینید و اینکه چی می‌خواستم حرفم یادم رفت. و اینکه وقتی میرین یه جایی تو یه شهر دیگه سرچ کنید ببینید که کجاها جاهای خاص تریه. یعنی نرین مثلا یه جایی که همه میرن نگاه میکنن، مثلا یه چیزی که مثلا تو تهران هم هست یا تو شهر خودتون هست، برین جای دیدنی شو که یه جای متفاوت رو ببینید. حالا من توی ویدیو بعدی میخوام از دخمه صفاییه براتون بذارم که خیلی دخمه عجیبیه در واقع. حالا اون مناسکی هم که اونجا داشتن زرتشتی ها خیلی خاصه، برای ما خیلی عجیب و یه جوری بود، یه جوری شدیم رفتیم دخمه صفاییه. حتما براتونم تو ویدیو بعدی میذارم. و اینکه همین دیگه، روزتون بخیر تا آنباکس بعدی یا ویدیوی جذاب بعدی. خداحافظ.